سلام بینندگان عزیز، امیدوارم شاد، صحتمند، جور و سرحال باشین. خدایا شکرت که در مسیر پرپیچ و خم زندگی مرا رها نمی کنی و ما را تا انتهای پشت سر گذاشتن سختی ها راهنمایی می کنی. خدایا شکرت. بینندگان عزیز، دیروز ما راجع به روماتیسم گپ زدیم، علائمش گپ زدیم و انواع روماتیسم ها و کمی هم درمانهای خانگی یا دواهای خانگی را براتون گفتم و امروز امور ادامه میدیم. دیروز راجع به بید، به اصطلاح پوست درخت بید که باید خشک کنیم او را از استفاده کنیم گپ زدیم و همچنان راجع به دالچین و عسل. امروز ما راجع به یکی از درمانهای روماتیسم مرچ سیاه است. مرچ سیاه به دلیل داشتن کپسائیسین در تسکین درد روماتیسم و التهاب مؤثر است. علاوه بر این از این ماده در کریم ها، یعنی کریم هایی که ما برای ضد التهاب است استفاده میشه. مواد مورد نیاز چی است؟ مرچ سیاه 5 تا 10 میلی گرم، یعنی بسیار کم. روش استفادهش 5 تا 10 میلی گرم مرچ سیاه را در غذای روزانه تان برای افزایش جذب مواد غذایی اضافه کنید. خب به اصطلاح 5 میلی گرم میتونیم به اصطلاح برابر یک نوک قاشق چای خوری، بسیار کم. امرای غذایتان بخورین و این بسیار مفید است. همچنان استفاده از مرچ سیاه با زردچوبه به کسب نتایج بهتر کمک میکند. همچنین میتواند به طور روزانه روغن مرچ را استفاده کنید. در غذایتان مرچ سیاه و روغن مرچ، هر نوع مرچی که باشه استفاده کنین. هی بسیار مفید است برای التهاب ها و روماتیسم. این حال چی گفته هشدار داده برای که معمولا استفاده از مرچ سیاه برای درمان روماتیسم ایمن است، اما ممکن است برخی از مبتلایان روماتیسم دچار تورم یا ناراحتی شکم شوند. مرچ سیاه را زیاد استفاده نکنید که باعث التهاب تنفسی و تورم میشه. زنان باردار، شیرده و کسایی که مریضی شکر دارن، اونا هم وقتی که دوای یا پیچکاری انسولین استفاده میکنن، او را باید مرچ سیاه را 2 ساعت قبل یا پیش استفاده کنن، به خاطر که امو لحظه با دوای خود هیچ وقت استفاده نکنن. خب چای سبز به دلیل داشتن پلیفنول ها خاصیت ضد التهابی و محافظت مفاصل دارد. علاوه بر این آنتی اکسیدان های موجود در آن مهمترین نقش را برای بهبود سیستم ایمنی و درمان روماتیسم ایفا میکنه. باید چای سبز بنوشین. مواد مورد نیاز: چای سبز، یک توته یا یک تکه لیمو، یک توته لیمو. روش مصرف: چای سبز تازه را بجوشانید تا مزه طبیعی آن لذت ببرید، یا چای را در آب داغ به مدت 3 تا 5 دقیقه بانید، دم بدین و بعد از او میتونین امی به اصطلاح برش لیمو را که در او اضافه کنین و خصوصا گفته از شکر استفاده نکنین. هشدار: چای سبز نوشیدنی بسیار سالم است، اما نباید بیش از حد استفاده شود. اثرات چای سبز بر روی اختلالات سیستم ایمنی
و التهاب تنها در حیوانات به اثبات رسیده. استفاده کوتاه مدت ممکن است نتیجه فوری را در علائم نشان ندهد. سیر، یعنی اگر بگوین که اگر ما همیشه چای سبز می نوشیم چرا روماتیسم داریم؟ خب بازم التهابات است. یعنی التهابات از هر، ما گفتیم که دو نوع است نه روماتیسم، امی به اصطلاح التهابات به او اساس. بعضش شاید با خب امتحان کنین. این چیزهایی است که نقص نداره برای وجود، امتحان شرط است و دائمی هم نه که مثلا برای یک هفته یکیشه 7 روز تا 10 روز یکی را به اصطلاح استفاده کنین، او را باز بخی فراموش کنین یک چیز دیگه. این به اصطلاح اطلاعاتی که میگیرین از طب سنتی یا طب خانگی همش به نهایت مفید است، هیچ کدام عوارض جانبی نداره. خوب باز به صورت متعادل که مصرف شود. سیر ماده سالم با خاصیت ضد التهابی است که برای درمان بسیاری از بیماری ها مفید می باشد. سیر به کاهش علائم روماتیسم و پیشرفت آن با جلوگیری از التهاب کمک می کند. همچنین می تواند بدون مصرف دوا به طور مؤثر بهبود یابد. موارد نیاز: 2 دندان سیر خام خود طبعا، کمی لیمو، یک کمک عسل با آب. طریق مصرفش، روش استفادهش چنانچه در بخش سلامتی توضیح داده ایم. 2 دانه یا دندان از سیر خام را خوب معده کنین. 1 دانه لیمو را پوستش بگیرین. 1 قاشق چای خوری عسل را خوب که با مخلوط کنین. این همه مخلوط را هر زمان دوست دارین با آب گرم بنوشین و واقعا بسیار مؤثر است. میتونین با کم آب گرم و یا هم به اصطلاح اگر کسی دوست داره همینطور او را بخوره با سرش آب بنوشه. این نظر به علاقمندی شماست. و حتی میتونین سیر خامه بر روی جایی که درد میکنه، امی سیر معده شده را بر روی جایی که درد میکنه بزنین، اما عوارضش میگه که باز پسان جگرخون نشین یا سوزش درد روماتیسم فراموشتان شود، مگر سوزش سیر هیچ وقت فراموشتان نخواهد شد. گفته که هشدار: ممکن است هنگام استفاده از سیر به طور مستقیم روی پوست احساس سوزش کنید. زنجفیل یا زنجبیل. همه ما میدانیم زنجبیل به دلیل خاصیت ضد التهابی برای بسیاری از بیماری ها به خصوص حالت تهوع مفید است. علاوه بر این به تسکین علائم روماتیسم کمک میکند. مواد مورد نیاز: ضرورت انواع مختلف ساره زنجفیل، روغن، ژلش و کریم موضعی، کپسول. با چای میتونین از این استفاده کنین. کپسول، دیروز از راجع به کپسول های گپ زدیم، تابلت ها یا کپسول ها. این ببینین ما تابلت جور کردیم. این تابلت ها هست از خب برای یکی از کسایی که به اصطلاح بسیار خواستن، مریض بودن، برای اونا جور کردیم، فرستادم. این سیادانه است با عسل و با بعضی چیزهای دیگه که برای کسایی که بلغم بسیار زیاد دارن برای اونا مفید است. با او اساس گفتم میتونین اینه امی زنجفیل هم مثل تابلیتکا یا مثل ایره میتونین پیچق کنین، تابلیت میشه، میتونین کلوله کنین، هر رقمی که میخواین. بسیار مفید است. ایره به اصطلاح زیر زبانتان میمونین و آیسته آیسته او را مزه کده میخورین، بسیار مفید است. خب
روش مصرفش گفتیم. زنجفیل در اشکال مختلف نظیر روغن، کپسول، چای یا کریم موضعی مقدار مناسب بخورید، اما یاد داشته باشید که بعد از غذا با همراه غذا آن را مصرف کنید. خب یک گیلاس چای زنجفیل را بنوشین و او اثر به نهایت بسیار خوب داره. هشدار: مراقب باشید که یک مکمل با کیفیت بالا از زنجفیل ارگانیک را انتخاب کنید و از استفاده محصولات که حاوی افزودنی ها هستند خودداری کنید. خب این دیگه کدام توضیح نداشته، این هشداری خطرناک نبوده. باید همیشه میتونید که هم به طریق چای، هم طریق کپسولی که درست میکنین، هم طریق روغن زنجفیل و خودتان و در بازار شیرینی زنجفیل است که میتونین بخرین و او از او استفاده کنین و خودتان هم میتونین در خانه با عسل شیرینی زنجفیل بسازین. خب زردچوبه به دلیل داشتن خاصیت ضد التهابی و کورکومین برای تسکین دردهای روماتیسم مؤثر است. میتوانید آن را به عنوان ادویه در غذاهای روزانه یا چای، شیر مکمل و غیره استفاده کنید. یعنی کوشش کنید اگر شیر استفاده میکنید، شیر بادام یا هم شیر باز استفاده کنید، به خاطر از اینکه زیاد بسیاری التهابات یا روماتیسم میای از شیر و ماس به اصطلاح حیواناتی که اونا خودشان بسیار التهاب دارن. به اون اساس اگر او استفاده کنین و شما روماتیسم داشته باشین، بعدان زیادتر او اثر منفی میگذاره. خب مورد ضرورت چی است؟ ریشه تازه زردچوبه، پودر زردچوبه و مرچ سیاه. این چه قسم میتونین استفاده کنید؟ میتونید بر رژیم غذایی خود آب میوه یا هر وعده غذایی زردچوبه استفاده کنید. حتی در درست است مقصد آب میوه درست میکنید که همه زردچوبه پرتین. یا با خرد کردن 1 تا 3 گرم یا نیم انچ ریشه زردچوبه و کم مرچ سیاه مخلوط بسازید و 30 میلی لیتر از این استاره را روزانه برای تسکین درد مصرف کنید. 3 میلی لیتر، 30 نگفته، برای که باز پیشتان زیاد شام بسیار خوردن همه چیز زیاد مفید نیست، برای که وجود یکی از کسایی که به اصطلاح یک مطلب بسیار مفید داره بر صحت و سلامتی، طب سنتی به اصطلاح تشریح میداد، خندق گفت که بسیار جالب بود که گفت وقتی که چیزی که میخوری نه تا بسیار چیزی کم است، اما وجود وقتی که ضرورت داره او حتی میایه در دهنتان امو غذا امو ضرورت خود میگیره و میره هزار جایی که باشه به اصطلاح. پس ضرور نیست که ما زیاد بخوریم یا پر بخوریم که او فایده کنه. اگر وجود ما ضرورت داشته باشه خودش میایه و امو ضرورت خود میورداره و میره. خب همچنین میتوان یک قاشق چای خوری از زردچوبه را به هنگام پخت در دیگتان پرتین. راه‌های دیگر برای مصرف زردچوبه ترکیب مرچ سیاه و زردچوبه است و چربی های سالم است. این دستور به افزایش جذب زردچوبه در بیماری های روماتیسم کمک میکنه. و این رو بفهمین که زردچوبه هیچ وقت در آب حل نمیشه. این شاید معلومات داشته باشین. من بازم این میگم براتون، زردچوبه در آب حل نمیشه. زنجفیل میشه مگر زردچوبه در آب حل نمیشه، او در روغن حل میشه. اگر میخواین که زردچوبه تاثیر خوب داشته باشه، وقت بخصوص که حال در همه مغازه ها امو ریشگک های خود زردچوبه تازه فروخته میشه و او را وقتی که میخرین زردچوبه تازه را بیارین
در روغن او را سرخ کنین، او تو نه سرخی که بسوزه، فقط که او بتانه به اصطلاح امو کیفیت خود با روغن که هست با او کیفیتش بالا میره، امو اصلشی به اصطلاح مواد کرکمینش با او با مو روغن با هم حل میشه. پس او را با روغن کمک بریان کنین. وقتی که بریان کردین بانینش که بریان شد، ای را پس از ماشین یا از میکسر بکشین، پودر کنین، خوب بانین که سرچه و طبعا که یک ذره خشک شوه و او را خودتان این یک بهترین زردچوبه درست کردین که زردچوبه را عموما در روغن وقتی که پیاز تان سرخ میکنین با پیاز، حتی قبل از پیاز او را سرخ کنین، به خاطری که زردچوبای اینجا نمیفهمی به چی طریقه درست شده که میاره که بیولوژی هم است، یعنی ناتور هم است، مگر بازم زردچوبه دهاب حل نمیشه. حتما میفهمیدین. خب من یک بحث تکراری بود. افزایش جذب زردچوبه در بیماری های روماتیسم کمک میکند. شما باید به دورهای کم مانند 1/4 نصف قاشق چایخوری شروع کنید. با دوزهای کم 1/4 نصف قاشق چایخوری شروع کنید. اگر دچار هیچ گونه عارضه جانبی نشدید، میتونید با 1 قاشق چای هر هفته او را، یعنی میتونین دوزش بالا ببرید. هشدار: زردچوبه را پیش از اندازه در وعده های غذایی روزانه خود استفاده نکنید. زنان باردار و شیرده نباید از زردچوبه به عنوان به اصطلاح مصالحه دیگ استفاده کنه. اگر از مشکلات کیسه صفرا، خونریزی، بازم شکر، بیماری های رفلکس، شرایط حساس هورمون، ناباروری ها در مردان و کمبود آهن رنج میبرید، از مصرف این ادویه اجتناب کنید. کسایی که کم خون هستند بسیار کم استفاده کنند از زردچوبه. خب بله، این بسیار نکته مهم است. گفته که کسایی که یک عمل جراحی داره باید 2 هفته قبل از عمل جراحی هیچ وقت زردچوبه نخوره. چیزایی است که بسیار مهم است. خب دیگر روش های درمانی روماتیسم چی است؟ تغییر در رژیم غذایی. باید رژیم غذایی تان ضد التهابی و اسید اکسالیت پایین را در برنامه خود بگنجانید. این رژیم غذایی برتان میگم. تست حساسیت کنید. میتونید تست برای تعیین این که چی غذای باعث استرس در سیستم هاضمه شما می شود انجام دهید تا آن غذاها را در رژیم غذایی از رژیم غذایی خود کاهش بدید. چقدر عالی. وقتی که انسان ها، یعنی تنها استرس از شدت جگرخونی یا درد یا رنج یا چیزایی که در اطراف و دور پیش ما به اصطلاح واقع میشه نیست. یعنی حتی میتونه که مواد غذایی یا رژیم غذایی ما شما هم باعث استرس در سیستم وجود به سیستم ایمنی ما شود. کاهش استرس. راههایی برای کاهش فعالیت‌های استرس را پیدا کنید و از آرامش بیشتری لذت ببرید. ببینید بیننده‌های عزیز، ما قبلا هم گفتیم که بسیار هر قدر غذای خوب بخورین، هر قدر محیط به اصطلاح در کوشش کنین که از مواد غذایی قیمتی، بارزش و با کیفیت استفاده کنید. مگر اگر استرس داشته باشین او چیز صفر است، یعنی در مقابل امو زحمتی که میکشین تا باید اول خودتان استرس کاهش بدین و بعد از او از زندگی لذت ببرین و از هر چیزایی که میخورین، از همه چیز. خوابتان بهبود بدین. خوابیدن با کیفیت بالا معمولاً 8 تا 9 ساعت است در شب است و کلید بهبود عملکرد مغز است.
وقتی که ما شما خداوند ایره شب و روز آفریده و ما روز فعالیت های زندگی و اجتماعی خود داریم، کار میکنیم یا هر چی که از روزانه انجام میدیم، پس به اون وقت معین باید تعیین باشه که ما مثلا 2:30 شب میخوابیم تا 6 صبح یا 5:30 یا هر ساعتی، یا اگر 9 شب میخوابیم تا ساعت 5. این را باید منظم بسازیم تا وجود ما با او عادت کنه و اونمو عمل کرده خود دمو تنظیم کنه که چی وقت وجوده. میفهمین که خواب برای ترمیم وجود است. یعنی وقتی که ما میخوابیم همه اعضای وجود ما شروع میکنه به پاککاری، به ترمیم کاری و ما یعنی هر شب که میخوابیم صبح با اگر یکان روز که میخواهیم از خواب بیدار هستیم، دلای ما یک رقم دلهوره و جگرخون و یک تشویش یک چیزه، برای که ما وجود ما سیستم وجود نتانسته خود به اصطلاح کامل بسازه، پاک کاری کنه، تکمیل کنه و منظم بسازه. به او اساس پس باید بسیار خواب خود منظم کنیم. غذاهای غنی از ویتامین B یا مگنیزیم باید داشته باشه. مگنیزیم به بهبود الگوهای سیگنال دهی قند خون کمک میکند و محافظه خونی مغز است. سد خونی مغز است. بهترین غذاهای غنی از مگنیزیم و ویتامین B شامل سبزیجات سبز، محصولات لبنی، کاکائو خام و دانه های کدو است. همچنین می توانید حمام نمک را نیز انجام دهید تا سطح مگنیزیم خود را بالا ببرید. بهبود وضعیت بدنی کاربوپراکتیک با کیفیت بالا و بهسازی های الگوهای تنفس به شدت توصیه می شود. یعنی کوشش کنین یاد بگیرین نفس کشیدن و خارج کردن به اصطلاح نفسه. این بسیار رول عمده داره. بسیار ویدیوها هست که شما را نفس کشیدن، اگر میخواین که واقعا نفس کشیدن خوب سالم داشته باشین، اطفال کوچک ببینین که چقدر خوب نفس میکشه و ما فراموش کردیم نظر به زندگی آنقدر به دیگه چیزهای دور پیش متوجه بودیم که خود فراموش کردیم و حتی نفس کشیدن بسیار مهم است. استفاده از گیاهای آنتی اکسیدان، زردچوبه، زنجفیل، بیشتر گفتیم پودینه، سیر، ریحان، آویشن، روزمری را به عنوان چای گیاهی ارگانیک به طور مرتب مصرف کنید. شاید ما در ویدیوهای قبلم گفته باشم، حالیم براتون تکرار میگم که اگر میخواین که در سنین بالا خدای نخواسته الزایمر یا نداشته باشین، کوشش کنین چای روزمری، همو قطره به اصطلاح روزمری و یا هم روغنش هر چی که است او رو استفاده کنین در هر غذایتان و این بسیار مفید است و برای التهاب های روماتیسم هم فایده داره. یک چیز بسیار جالب، پا برهنه راه رفتن. ما همیشه خود ما بودیم، پدر مادر مثلا مادر زیادتر متوجه اولاد می بود که پایلوش نگرد و ما خود ما میالم که به اصطلاح اولادا یا پایلوچ میگردن میگیم نگرد. اما چقدر در جامعه کنونی ما انسان ها توسط فرکانس الکترومغناطیسی سمی احاطه شده ایم و افزایش استرس در بدن ما باعث تغییر عملکرد انتقال دهنده های عصبی در بدن می شود. با پیاده روی روزانه با پای برهنه بر روی علف، خاک، ریگ معده جاذبه طبیعی را از زمین جذب کرده و ریتم‌های الکترونیکی را متعادل سازید.
چقدر خوب است پیاده بگردین و پای لچ، سر سبزه، سر علف، سر خاک و سر ریگ. تا میگم او جاذبه امی چای الکترونیکی که بس ما روزانه میگیریم او را متعادل بسازیم توسط پای ما و از بین میره. مکمل های اومیگا 3 بخورید. مکمل های اومیگا 3 و اسیدهای چرب برای ثبات قند خون، کاهش التهاب و درد حیاتی هستند. خب اومیگا 3 میفهمین که دمایی های چرب است و در اوکادو است، در بعض غذاهای است که قبلا فکر کنم گفتیم و اگر نه در ویدیوهای بعدی راجع به اومیگا 3 حتما براتون معلومات میدم. یک چیزی را که آل بسیار سر از او تاکید میکنن روزه گرفتن است. روزه گرفتن بیش از 16 ساعت یکی از بهترین راه‌های برای بهبود تولید میتوکندری است و بدن شما بهره‌وری انرژی را با افزایش و تقویت در طول زمان روزه بهبود میبخشد. گرفتن روزه یکی از بهترین روش‌ها برای کاهش استرس، اکسید و التهاب است. این روزها بسیار مود شده روزه گرفتن و روزه های که 16 ساعت باید غذا نخورین و 8 ساعت اشتباه نکنم، بله 16 ساعت غذا نخورین و 6 ساعت دیگر میتونین هر چی بخورین و دو 16 ساعت فقط چای، کافه، آب میتونین بنوشین، او را هم بدون شیر و بدون شیرینی و بعد از او ایره میتونین خودتان به اصطلاح تعیین کنین. اگر روزی بگیرین که هم ثواب هم خورما اون به اصطلاح شب غذا نخورین، مثلا شب 8 بجه شب که غذا خوردین تا فردا 4 بجه دیگر 16 ساعت، یا مثلا خودتان میتونین تعیین کنین که این بسیار مفید است همین روزه گرفتن و هم میگه استرس. باور کنین ما کسایی رو دیدم که شکر بالای یعنی 2 داشتن و روزه گرفتن آنقدر این متعادل شده که هیچ ضرور نیست و انسولین. خب ویتامین دی باید امیر که هفته بود برای این بیرو بگردین و نور آفتاب بسیار یک مکمل بزرگ کیفیت بالای ویتامین دی داره. آبتان خودتان تصفیه کنین در خانه. خب من روز دیگه بر شما نشان میدم برای که من هم یک تصفیه آب دارم و خودم طبیعی است و بازغال است، بازغال سنگ آب میمانم درش و تصفیه آب داشته باشین، تصفیه آب خانگی، برای که بسیار مهم است که از مصرف فلوراید و آفتکش‌ها و فلزات سنگین و غیره اجتناب کنید و همین منظور آب تصفیه شده را روزانه بنوشید. برای که ما روزانه وقتی که شما خب بخصوص بوتل های پلاستیکی آب میخرین او نه تنها مفید است بلکه بسیار مضر هم است. پس خودتان در خانه ایرم براتون باز نشان میتونم یک تصفیه آب میتونین در خانه بسازین به بسیار قیمت ارزان. خب از ما قیمتی است به خاطر که من نمیفهمیدم، اما حال میفهمم که شما میتونین بسیار به قیمت ارزان شما تصفیه آب جور کنین بدون از اینکه دو پلاستیک یا کدام مواد دیگه استفاده شده و همش طبیعی. استفاده از روغن‌های گیاهی. محتوا و مزایای روغن‌های اسانسی به بهبود سطح اکسیژن و کاهش اثرات مضر استرس اکسیداتیون در بدن کمک می‌کند. یک قطره روغن معطر روی دست‌ها بریزید مثل که با براتون گفتم و او را
و دست ها بریزید و خشته کنید و استشمام نمایید. این روغن مغز را تحریک کرده و جریان خون در جمجمه افزایش پیدا می کند و دردهای و التهاب ها کم میشه. جذب و جوش با شدت پایین، بی تحرکی جریان سیال را در مفاصل کاهش می دهد و می تواند منجر به افزایش استرس اکسیداتیو در بدن شود. در طول روز حرکت زیاد با شدت پایین مانند راه رفتن، بایسکل سواری سبک نیک به سرعت، بازی کردن و غیره به کاهش التهاب بدن تاثیر میکنه، تاثیر مثبت و تثبیت مفاصل و تقویت رشد نورون های جدید در مغز میشه و کمک میکنه برای بهبود روماتیسم. بهبود روده، ببینین همه چیز یکی به دیگه ارتباط داره. بهبود حرکات روده در سمزدایی بدن نکته کلیدی در درمان روماتیسم است. با داشتن یک رژیم غذایی ضد التهاب و منابع فیبر، ما براتون راجع به فیبرها صحبت کردیم و فیبر بسیار مفید است. فیبر، دانه چیا و کتان، غذاهای تخمیری و پروبیوتیک ها حرکت روده را بهبود میبخشد. این بود همه درباره به اصطلاح داروها یا دواهای خانگی که برای روماتیسم مفید است. خب فکر کنم اگر سوال داشتین بگوین. اتون نیست که مثلا میتونین در پایین اکثر شما بیننده عزیز برام در مسیج نوشته میکنین، او هم هیچ مشکل نداره، مگر میتونین در کامنت ها هم بنویسین. ما انشالله راجع به مو موضوعات کوشش میکنم مطالب پیدا کنم و اگر زود اگر مو روزها نشد حتما، چون ما کوشش مایی است که بهترین مطالب براتون عرضه کنم دیگه. روز خوش، شب خوش داشته باشین. شب خوش و باصفا داشته باشین تا پروگرام آینده. خداوند نگهدارتان.